بود. محمد بنانا هستم با پارت دوم سری بازگشت صفویان. حالا دوستان ما دیروز بود که سری بازگشت صفویان رو شروع کردیم و گفتیم که پارت دوش هم به زودی میذاریم. حالا پارت دوش هم دیدیم که بذاریم. خب بسیار خوب، گیم هم لود شد. خب دوستان، حالا ما تا اینجا رفتیم، ارتشمون بدک نیست، ولی اگه مثلا عثمانی بهمون اعلام جنگ بده یا گورکانیان بهمون اعلام جنگ بدن، حالا در واقع اینا بهشون میگن مغول امپایر، ولی خب مغول های هند، ولی خب در واقع گورکانیان اسم حکومتشون. حالا تو بازی نوشته مغول، توی خیلی جا هم میگن امپراتوری مغول هند، مغول امپایر. حالا برش بخیر. اگر این دوتا به ما اعلام جنگ بدن ممکنه ببازیم. خب برای همین دوستان من تصمیم دارم که بریم و قلعه های مرزی بسازیم سر مرز. البته نه، قلعه های مرزی فایده نداره، چون اینا تا بخوام ما حمله بکنن دیگه این مرزها رد کردن. آره، قلعه مرزی فایده نداره، قلعه دفاعی منظورم بود. و پس فعلا ما تنها گزینه‌مون اینه که ارتش رو بزرگتر بکنیم. حالا من میرم مقدار جلو سکه بیشتر جمع میکنم تا ارتشمون رو بزرگتر بکنیم. خب دوستان، خزانمون رسید به 262 کی و حالا من قصد دارم که یه سربازگیری از پایتخت و اطراف پایتخت بکنم، شهرهای مرکزی. نمیداره از اینجور. خب آقا، سربازگیری رو انجام دادیم، ارتشمون رو تونستیم برسونیم به 54 کی و 200 نفر. یه چند تا فارم هم اینجا ساختیم که گندمامون از منفی در بیان. و وقتش که همه سربازا رو انتقال بدیم به پایتخت. خب همه سربازا رو انتقال دادیم به پایتخت. و اینکه دوستان الان ما توی اکونومی، خب اصلا این سری کشورهای اصلا خیلی از ما، مثلا همسایه‌مون خیلی از ما جلوترن. عثمانی 169,000 تا شرکت داره، گورکانیان 132,000 تا و ما کلا 91,000 تا. برای من تصمیم دارم که بیام مستقیم داخل خود پایتخت هی شرکت بسازم. حالا یه ذره میریم جلو و همش داخل پایتخت شرکت میسازیم تا میتونیم اختلافی رو کمترش بکنیم. خب دوستان، یه چند دون رفتیم جلوتر برای ساخت شرکت توی پایتخت و من فهمیدم که فایده نداره، چون هر بار به 300 تا 400 تا به شرکت های کشور اضافه میکنه و هر بار هم 5 راند طول میکشه تا بره به نوبت بعدی. برامین آره، با این روند ما فکر نکنم بتونیم به این زودی ها برسیم. برامین من میام توی سراسری شرکت میسازم. آره، توی 14 تا استان شرکت میسازم. توی دیگه خزانه میرسه. آره، من این کار رو چند راند انجام میدم، چند را توی استان‌های مختلف کشور شرکت میسازم تا حالا ببینیم چی میشه. حالا شاید بگید چرا نمیای از همون روش قبلی استفاده بکنی و درآمد رو بذاری روی ساخت شرکت؟ خب این حالت به نظر من مقدار تاثیرش بیشتره. آره، بریم چند ران بریم جلو. خب یه چند ران رفتیم جلو ولی خب فایده نداشت، همونطوری شد. مجبوریم دوباره درآمد رو متمرکز کنیم به ساخت شرکت.
و البته الان تو این سال بهش میگن کارگاه، اینا کارگاه حساب میشه تو این سال. و اگه 1-2 سال بریم جلو با انجام این پروژه. خب دوستان، چند راند رفتیم جلو، اون پروژه افزایش کارگاه رو انجام دادیم، درآمدمون افزایش پیدا کرد، تعداد شرکت همون از 92,000 تا رسید به 108,000 تا 433 تا. این وسط گورکانیان هم ما رو 1 سالی فکر کنم تحریم کردن، نیم سال یا 1 سال، و حسابی هم روابطشون رو با ما بد کردن و این هم ما رو رقیب خودشون اعلام کردن و فلان و بیسار. آره. و به نظر من الان دیگه موقعیت حساسیه، باید هرچه سریعتر ارتشمون رو بیشترش بکنیم برای آمادگی با رویارویی با گورکانیان. پس من یه مدار دیگه میرم جلو، اول خزانمون رو آماده سربازگیری بکنیم، بعدش. خب دوستان، من یه چند راندی رفتم جلوتر، خزانمون رسید به 360,000 سکه و حالا دیگه وقتش رسیده که سربازگیریمون انجام بدیم. این دفعه بچه ها میخوام سربازگیری رو از استان فارس انجام بدم و خلاصه کلا جنوب ایران و آره از بوشهر و این بخشا هم کلا خلاصه که این بار میخوایم سربازگیری رو از جنوب بکنیم. آره. خب دوستان، سربازگیری رو انجام دادیم، تونستیم ارتشمون رو برسونیم به 75,000 تا و 75 که 700 نفر. البته که فقط از جنوب نبود، یه مقداری هم بالاتر از جنوب زد، چون که نیاز به سربازگیری سنگینی داشتیم. و حالا هم سربازها رو وقتشه که انتقال بدیم به پایتخت. خب دوستان، تونستن که سربازها رو به پایتخت انتقال بدیم، ولی وضع خزانمون هنوزم خوبه. برای همین تصمیم دارم که دوباره تلاشمون رو بکنیم برای بهبود ارتقا و بهبود اقتصادمون و ساخت کارگاه‌های بیشتر، و البته که شرکتامون از گورکانیان هم بزنن جلو. اینا 134,000 تا یا 135,000 تا بودن و همشون به این ایالت ها حمله میکنن، به این سرویس ها تو موقعیت عالی قرار دارن، سر این همه شرکتاشون بیشتر از ما میمونه. تلاش اینه که اختلافمون رو باش کم نگه داریم. خب بریم جلو و ببینیم چه میشه. خب دوستان، رفتیم جلوتر، سرمایه‌گذاری انجام دادیم، تونستیم کارگاهمون رو برسونیم به 120,000 تا و گورکانیان هم الان 145,000 تاست که اگر اینو ایالت رو شکست بده میرسه به 150، اینا حدودای 150. و من تصمیم دارم که دوباره خزانمون رو اوکی کنم، پرش بکنم و دوباره به رقابت اقتصادی بپردازیم. برای همین یه ذره میریم جلوتر. خب دوستان، تونستم خزانمون رو دوباره بعدش اوکی بکنم و برسونم به 318,000 سکه و حالا میخوام دوباره به رقابت اقتصادی ادامه بدیم. پس من دوباره تمرکز درآمد رو میذارم روی تمرکز خزانه رو میذارم روی اقتصاد و یه مقدار میریم جلوتر ببینیم چه میشه. خب دوستان، رفتیم یه مقدار جلوتر، خزانمون رسید به 90,000 تا. به رقابت اقتصادی با گورکانیان ادامه داریم، اونا همینطوری همش روابط خودشون رو با ما بدتر میکنن. الان منفی 77 دیگه چیزی نمونه با ما وارد جنگ بشن و امیدوارم که تا اینجا از پارت 2 لذت برده باشید. به زودی پارت 3 رو میذارم، شاید فردا یا پس فردا. و آره دیگه، این پارت خلاصه رقابت اقتصادی بود با همسایگان.
امیدوارم که از این پارت لذت برده باشید. بدرود تا پارت بعد.